اختلال شخصیت مرزی یکی از مشکلات روانه که باعث میشه فرد در شناخت خودش، کنترل احساساتش و حفظ رابطه با دیگران دچار مشکل بشه. این اختلال تقریباً 1 تا 2% از کل بزرگسالان رو تحت تاثیر قرار میده. مثل بقیه اختلالات روان، این عارضه هم به صورت یک طیف در نظر گرفته میشه. به این معنا که شدت و نحوه بروز اون در افراد مختلف متفاوته. برای بعضی ها ممکنه گاهی عصبانیت‌های شدید باشه، ولی برای بعضی دیگه میتونه به رفتارهای آسیب زننده به خودش هم برسه. علت دقیق اختلال شخصیت مرزی هنوز به طور کامل شناخته نشده، چون معمولاً با مشکلاتی مثل اعتیاد، اختلالات روانی دیگه یا مشکلات تغذیه‌ای همراهه. به نظر میرسه که تجربه‌های سخت مثل بی‌توجهی یا آزار در کودکی میتونن در به وجود آمدن این اختلال نقش داشته باشن. عوامل ارثی هم ممکنه تاثیرگذار باشه. چون هنوز شواهد علمی دقیقی برای شناسایی این اختلال وجود نداره، پزشکان با بررسی رفتارها و نشانه‌های فرد اون رو تشخیص میدن. برای درک بهتر اختلال شخصیت مرزی، بیایم با الکس آشنا بشیم. دانشجوی 20 ساله‌ای که همیشه حساس بوده، اما تازگی‌ها احساس تنهایی و نوسانات شدید احساسی رو تجربه میکنه. او چند تا نشانه مهم از این اختلال رو نشون میده. الکس هویت ناپایداری داره، یعنی در طول روز احساساتش نسبت به خودش خیلی عوض میشه. یه لحظه احساس خیلی خوبی داره و لحظه بعد احساس بی‌ارزشی میکنه. گاهی هم دچار گسستگی میشه، یعنی احساس میکنه از خودش جدا شده یا انگار واقعا وجود نداره. او احساساتش رو خیلی شدید تجربه میکنه. مثلا یه اتفاق کوچیک میتونه حسابی عصبانیش کنه و غمهاش خیلی عمیقه. این بالا پایین رفتنهای احساسی او رو خسته میکنه. الکس گاهی رفتارهای ناگهانی و بدون فکر انجام میده. وقتی احساس میکنه دیگران حرفش رو نمیفهمن، ممکنه فریاد بزنه یا حتی پرخاشگری کنه. بعدش پشیمون میشه و برای فرار از حس بدش ممکنه پرخوری کنه یا کارهای خطرناک انجام بده. او ترس زیادی از تنها موندن داره. اگه دوست دخترش یه قرار رو کنسل کنه، الکس خیلی ناراحت میشه و باهاش قهر میکنه و بعد با پیام‌های زیاد ازش خواهش میکنه که برگرده. این ترس باعث میشه روابطش خیلی بی‌ثبات بشه. همه اینها باعث میشه الکس با اطرافیانش مدام مشکل داشته باشه. گاهی خودش دیگران رو کنار میذاره تا مبادا اونها او رو ترک کنن، اما بعدش پشیمون میشه. وقتی به شدت دچار شک و تردید میشه، حتی میخواد درسش هم رها کنه. در نهایت یکی از دوستانش بهش پیشنهاد میکنه که کمک حرفه‌ای بگیره. الکس پیش یک متخصص سلامت روان میره و درباره درمانهایی مثل CBT یا گفتگو درمانی، درمان دیالکتیکی DBT و درمان با تمرکز بر ذهنیت MBT اطلاعات کسب میکنه. در بعضی موارد هم دارو برای کنترل احساسات تجویز میشه. این خیلی مهمه، چون بیشتر نوجوانایی که دست به خودکشی میزنن دچار این اختلال هستن. وقتی الکس میفهمه مشکلش اسم داره و راه درمان براش هست، احساس آرامش میکنه، چون حالا میدونه که تنها نیست. شما چی فکر میکنید؟ ما برای کمک به افرادی مثل الکس چه کارایی میتونیم انجام بدیم؟ اگه تجربه‌ای درباره این اختلال دارید، لطفاً با ما به اشتراک بگذارید.